همه درباره نیمار بارسلونا حرف میزنن ولی تقریبا هیچ کس درباره نیمار فراموش شده فصل 2018 هیچی نمیگه. یه نسخه بی‌نهایت فراموش شده ازش که واقعا بیشتر از اینا حقش بود. بیایید ببینیم چرا نیمار 2017-2018 باید بیشتر از اینا مورد احترام قرار بگیره. تو اون فصل اون فقط یه ستاره نبود، خود سیستم بود. فقط در 30 بازی 28 گل، 13 پاس گل، 41 تاثیر مستقیم روی گلا داشت. تو لیگ قهرمانان اروپا حتی آمارش وحشتناکتر بود، 6 گل و 3 پاس گل در 7 بازی و همه اینا رو قبل از مصدومیت وسط فصل انجام داد. حالا ببینیم تأثیرش روی بازی‌ها چقدر بود. 121 موقعیت خلق شده فقط تو 30 بازی، بهترین آمار تو اروپا بود. 3.2 پاس کلیدی در هر بازی، باز هم بهترین در اروپا بود. 7.2 دریبل موفق در هر بازی تو لیگ فرانسه و چمپیونز لیگ. حتی مسی اوج 2015 فقط 7 بود. و متاسفانه تنها چیزی که جلوش رو گرفت مچ پاش بود. ولی بذارید رک بگم، نیمار 2018 یک کد تقلب بود که هیچ کس اون موقع درک نکرد. الان وقتشه که ارزش واقعیش رو بفهمیم. اگه شما عاشق نیمارید لایک کنید و تو کامنت ها بنویسید به عشق نیمار فالو میکنم.